سلام به شما. به پادکست رشد کده خوش آمدید. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به دنیای پیچیده روابط امروزی. منبع اصلی ما یه گفتگوی خیلی شنیدنی با پال برانسون هست که متخصص روابط و نویسنده است. هدفمون اینه که نکات کلیدی و دیدگاه‌های جالب این گفتگو رو بکشیم بیرون و با هم بررسیش کنیم تا شاید یه درک بهتری از چالش‌ها و واقعیت‌های عشق و رضایت تو دنیای امروز پیدا کنیم. خب شروع کنیم. سلام. و نکته جالب دقیقاً همینه که گفتی. به نظر میرسه با اینکه الان خب اطلاعات و منابع خیلی بیشتر از همیشه در دسترسه، خیلی از ماها توی روابطمون یه جورای احساس سردرگمی میکنیم یا شاید حتی نارضایتی. این گفتگو دقیقاً میره سراغ ریشه های این قضیه و همینطور باورهای رایجی که شاید یعنی خودمونم نمیدونیم ولی مانع خوشبختیمون میشن. یکی از اولین چیزایی که واقعاً تکان دهنده بود تو صحبت‌های برانسون یه آمار بود. میگفت حدود 80% آدما توی روابط امروزی نسبت به گذشته انگار ناراضی‌ترن. بله. و در مقابل فقط یه 20% هستن که یه رضایت خیلی بالایی رو تجربه میکنن، بی سابقه حتی. چرا اینجوریه؟ این اختلاف از کجا میاد؟ خب به نظر میرسه دلیل اصلی اینه که انتظارات ما خیلی رفته بالا. خیلی. ببینید قبلا انگار بار حمایتی چه عاطفی چه اجتماعی تقسیم میشد بین خانواده، دوستا، جامعه. اما الان ما از یه نفر یعنی شریک عاطفیمون انتظار داریم همه چیز باشه. همه کاره ما باشه یعنی؟ دقیقاً. بهترین دوست، نمیدونم مشاور مالی، یه والد عالی، یه معشوق پرشور، همه اینا توی یه نفر. خب این حجم از انتظار رسیدن به اون رضایت توی اون 20% رو خیلی سخت میکنه. واقعاً چالش برانگیزه. واقعاً فشار وحشتناکی روی یه نفر. خب تو همین راستا یه عالمه باور رایجم تو این گفتگو به چالش کشیده شد. مثلا این ایده‌ای که خب رابطه جنسی بیشتر داشتن لزوماً یعنی خوشبختی بیشتر. اینا همه جا میشنویم ولی مثل این که درست نیست. دقیقاً همینطوره. این یکی از اون افسانه‌های رایجه. تحقیقات نشون میده که جهت این رابطه معمولاً برعکسه. یعنی اول باید یه رضایت بالا تو کلیت رابطه وجود داشته باشه. آها. اون وقته که معمولاً منجر به رابطه جنسی بیشتر و بهترم میشه. نه اینکه صرفاً تعداد دفعات رو ببریم بالا و انتظار داشته باشیم همه چی خوب شه. باید اول روی اون رضایت کلی، روی کیفیت رابطه کار کرد. نکته خیلی مهمیه. یه باور غلط دیگم بود که میگفت داشتن تردید تو رابطه لزوماً چیز بدی نیست. ما معمولاً فکر میکنیم اگه شک و تردیدی اومد سراغمون یعنی دیگه فاتحه رابطه خونده است. بله، در حالی که باید اینا رو از هم جدا کرد. ببینید یه سری تردیدها هستن که هدفشون رشد رابطه است. مثلا میپرسیم چطوری میتونیم ارتباطمون رو بهتر کنیم یا چطوری این اختلاف نظر رو حل و فصل کنیم. اینا خوبن، سالمن، حتی لازمن. اما یه سری تردیدها هستن که از ترس‌ها و ناامنی‌های درونی خود ما میان. مثلا چی؟ مثلا نکنه من به اندازه کافی خوب نیستم براش، یا شاید یکی بهتر از این بیرون منتظر منه. اینها مخربن و ریشه‌شون معمولاً تو خود فرده، نه لزوماً تو ذات اون رابطه. تشخیص این دوتا از هم خیلی مهمه. کاملاً. و یه نکته دیگه که شاید یکم عجیب به نظر بیاد برای بعضیا، اشاره بود که به موفقیت نسبی ازدواج‌های سنتی شد. یعنی اونایی که از پیش تعیین شده هستن. چطور ممکنه این نوع ازدواج‌ها گاهی موفق‌تر باشن؟ ما که فکر می‌کنیم عشق باید اولویت باشه. خب دلیلش اینه که توی اون مدل یعنی ازدواج‌های سنتی یا با واسطه، معمولاً خانواده‌ها یا اون واسطه‌ها با یه نگاه بی‌طرفانه‌تر و با تمرکز بیشتر روی سازگاری‌های بلند مدت تصمیم می‌گیرن. منظورتون چیه سازگاری بلند مدت؟ یعنی ویژگی‌های شخصیتی، پیش‌زمینه فرهنگی، ارزش‌های مشترک، اینجور چیزا. اونا کمتر تحت تاثیر هیجانات زودگذر یا اون جذابیت‌های ظاهری اولیه قرار می‌گیرن. در حالی که انتخاب‌های فردی امروزی ما که خب خیلی وقتا هم بدون مشورت عمیق با کسی انجام میشه، شدیداً تحت تاثیر همین شیفتگی اولیه و تعصبات خودمونه. این بحث سازگاری واقعاً کلیدیه انگار.
و فکر میکنم به نکته بعدی هم خیلی ربط داره. نقش خود ما، مخصوصاً عزت نفسمون، توی کیفیت روابطی که میسازیم. 100%. کاملا درسته. عزت نفس پایین مثل یه عینک بد میمونه. باعث میشه دنیای روابط رو تار ببینیم. وقتی عزت نفس پایینه، موقع انتخاب شریک به جای اینکه تمرکز کنیم ببینیم آیا واقعا با هم سازگاریم، آیا ارزش‌های مشترکی داریم، بیشتر دنبال تایید گرفتن از دیگرانیم. مثلا اینکه آیا این آدم از نظر بقیه به من میاد یا کنار هم خوب به نظر میرسیم، ظاهر خوبی داریم. این انتخابا که از نیاز به تایید میاد، نه از شناخت واقعی. خوب معلومه که اغلب به روابطی میرسن که توشون رضایت عمیق و واقعی وجود نداره. برای همین کار کردن روی خودآگاهی و عزت نفس تاکید میکنم قبل از اینکه وارد یه رابطه جدی بشیم واقعاً حیاتیه. و میرسیم به یکی از بحث برانگیزترین ایده هایی که مطرح شد. اینکه شفافیت 100% شاید همیشه هم بهترین راه نباشه و اینکه نگه داشتن بعضی اطلاعات شخصی یا نگفتن تمام افکار و احساسات لحظه‌ای اتفاقا میتونه به رابطه کمک کنه. این خیلی با چیزی که همیشه به ما گفتن فرق داره ها. بله، این مفهوم افشاگری انتخابی یا selective disclosure هستش. البته منظور اصلاً پنهانکاری یا دروغ گفتن نیست، اشتباه نشه. منظور اینه که اطلاعاتی رو به اشتراک بذاریم که مرتبط و سازنده است. اونم با در نظر گرفتن چند تا چیز مهم. مثلا چی؟ مثلا زمان مناسب، لحن درست و از همه مهمتر احساسات و مرزهای طرف مقابلمون. یعنی لازم نیست هر فکر کوچیکی که از ذهنمون میگذره، هر دلخوری جزئی یا مثلا هر پیام بی اهمیتی که از یه دوست قدیمی گرفتیم رو فوراً بیایم بگیم. گاهی این حجم از اطلاعات شاید بی ربط فقط باعث میشه بی خودی تنش و سوء تفاهم پیش بیاد. یه جور مدیریت لازمه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد دنیای روابط مدرن گیر یه سری انتظارات خیلی بالا و باورهای شاید اشتباه افتاده و کلید موفقیت شاید این نباشه که دنبال آدم بی‌نقص بگردیم، بلکه بیشتر اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم، انتظاراتمون رو واقعی کنیم و اون ایده‌های کلیشه‌ای قدیمی رو به چالش بکشیم. دقیقاً همینطوره. شاید به جای اینکه تمام انرژیمون رو بذاریم برای پیدا کردن اون نیمه گمشده کامل که راستش احتمالاً اصلاً وجود خارجی نداره، بهتر باشه تمرکز کنیم روی افزایش خودآگاهی خودمون، تقویت مهارت‌های ارتباطیمون و به خصوص یاد بگیریم چطوری تعارض‌ها رو سالم مدیریت کنیم. اینجوری احتمالاً میتونیم با یه فردی که به اندازه کافی خوب هست و با ما سازگاری داره یه رابطه عمیق، پایدار و رضایت بخش بسازیم. عالی بود. و به عنوان نکته پایانی این سوال را هم برای فکر کردن شما شنوندگان عزیز مطرح می‌کنیم. این سوال هم از دل همین تحقیقاتی که برانسون بهش اشاره کرده میاد. اگه قبول کنیم که چیزی حدود 69% مشکلات توی روابط بلند مدت از اون دسته مشکلاتی هستن که هیچ وقت کامل حل نمیشن و فقط باید مدیریتشون کرد، اون وقت آیا واقعاً مهمترین مهارت برای پایداری رابطه اون شور و اشتیاق آتشان اولیه است یا نه توانایی مدیریت سازنده همین اختلاف نظرهای اجتناب ناپذیر در طول زمانه؟ ممنون که با ما همراه بودید. برای دیدن محتوای بیشتر حتما کانال یوتیوب ما را دنبال کنید. تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.